دل شب‌های شرجی جنوب، جایی میان صدای موج‌های خلیج و بوی نمک دریا، صدایی از دور می‌آید. صدای نی، دهل و زمزمه‌های عجیب. اینجا مراسم زار برگزار می‌شود، آیینی کهن برای تسکین جن‌های خشمگین. مردم باور دارند که زار، جن‌هایی از دل بادهای دریایی اند که اگر به دل کسی بنشینند، روح و روانش را به هم می‌ریزند. جن زده گوشه‌گیر می‌شود، می‌لرزد، خواب نمی‌بیند و گاه با صدای دیگر سخن می‌گوید. در بندر عباس، بوشهر، قشم و هرمزگان، زارها را با رقص و موسیقی آرام می‌کنند. اما اگر زاری را خشمگین کنی، ممکن است تا نسل‌ها دنبالت بیاید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر پیج ما رو سابسکرایب کنید.